آقای مسیحی که ایراد میگیری به ما که چرا محرم فلان میکنید و همان میکنید و نمیدونم چی، خواهشاً به من جواب بده اینا رو. هر روز میای فیلم درست میکنی که چی؟ آی اینا قمه میزنن، اینا وحشیان، اینا خون. راست میگی اینو قبول. خوبه قمه زدن؟ اصلا وحشیه. تو قبول. راست میگی. خوبه قمه زدن؟ خوبه یا بده؟ به من بگو. یا میگه خوبه یا بده، اون میگه. خب هر چی بگه جواب دارم واسش. اولا فلسفه قمه زنی رو بدونید شما. خوبه بهتون گفتم. خب یه زنی داشت میرفت حرم ابا عبدالله زیارت. خلفای عباسی دیدن هر کی میاد حرم ابا عبدالله زیارت آقا دوپینگ میکنه برمیگرده حکومت عوض میکنه. این ابا عبدالله نور جدا نشید از امام. نمیدونید چه کرده، چه بر سر اینها آورده. کار به جای رسیده فرانسیس فوکویاما اسم ابا عبدالله به زبون آورد. گنده نظریه پردازای اینا. گفتن هر کی میخواد زیارت ابا عبدالله بره باید دست راستش قطع بشه. زنه رفت. گفتن کجا؟ گفت میخوام برم زیارت ابا عبدالله. گفت دست راستت بیار قطع کنم. دست چپشو گذاشت. گفتن دست راستت. گفت دست راستمو پارسال قطع کردی. اینم بزن. اینا لرزیدن. بعد از اینا یه کاروان از گرگان اومد، از استرآباد. 40-50 نفر پیاده پا برهنه چند ماه تو راه برسن اونجا. ببین الان که نیست بابا، بعضیا هوایی میرن یا با اتوبوس میری فلان. با 5-6 ماه تو راه بدبخت برسه اونجا. رسیدن تو همدان. از همدان ظاهرا میخواستن برن. تا میرسن لب مرز میگه کجا؟ میگه زیارت ابا عبدالله. میگه دستای راستتون رو بیارید تا قطع کنیم. دست راستو میگه تو منو از دست قطع کردن میترسونی عزیزم؟ من در راه حسین سر میدم. قمشو میکشه میکوبه تو سرش. همه اون 40 نفر پشت سرش چیکار کردن؟ قمه زدن تو سرشون. این شد که قمه زنی باب شد. اما جریان چی شد؟ خبر رسید به خلیفه. گفتن جمع کن آقا این قانونو. اینا به کله خودشون اینجوری قمه میزنن به خاطر امام حسین. کله ما جلوی دستشون باشه چیکار میکنن؟ که آقا سریع جمع کرد. متوکل بود، معتصم بود، معتمد بود. یکی از همین پدر سوخته یادم نیست، خاطرم نیست. فلسفه قمه زنی. و اینم بگم این قمه میزنن حرفه‌ای ان. شما خبر نداری، فکر می‌کنید کل مغزشو میریزه بیرون. نه بابا، یه رگی از این بالا تک میزنه رو همون خون میاد تمام. تازه واسش خوبم هست، انگار داره از سر حجامت میکنه. نه حرفه‌ای ان این کارن. خب یه خونی میریزه فکر می‌کنی چه خبره. اطبرها متبقيني لما احس واشوف دماي تراهي حنتي وعيني تراهي حنتي وعيني كلمة حذر تهزني تلغي كل مواعيدي وصوت البوق والدمام مفتاح ويفك يدي مفتاح ويفك يدي تلوموني اش كثر بالله تلوموني